فصل دهم. نوآور باشد. نوآور باشد غیر ممکن وجود ندارد. ایجادکارانه فکر کنید. برای پیروز شدن باید قاعده ها را بشکنید. نقش خود را ایفا کنید. راه دیگری بیابید. وقتی 8 ساله بودم با رعایت سنتی خانوادگی مرا به مکتب شبانه روزی فرستادند. مکتب من در وینسور واقع بود و به نظر می رسید از خانم فاصله زیاد دارد. در اولین شب در خوابگاه احساسی بسیار بد داشتم. احساس تنهایی می کردم. ترسیده بودم. ناگهان دچار دل بی‌حضوری شدم و روی کش رخت خوابم قید کردم. فراش مکتب را به سراغم فرستادن و او برخلاف مادرم که همیشه با من مهربانی می کرد گفت که باید خودم روی کش رخت خواب را پاک کنم. اما از آن بدتر در پیش بود. ظاهراً من مرتب قانونهای نانوشته مکتب را که کمترین اطلاعاتی از آن نداشتم زیر پا می گذاشتم و مجازات می شدم. اما به زوری تشکر کردن از مدیر مکتب که این همه به من لطف داشت از هر کار دشوارتر بود. مسئله بزرگتر دیگر این بود که من خوانش پریشی داشتم. کلمه ها برای من بی مفهوم بودن و هر اندازه تلاش می کردم آنها را بخوانم یا هجا کنم نمی توانستم. این عوض مدتی طولانی ادامه داشت تا این که توانستم پس از چند سال بر هدفهای خود بیفزایم. مجازات شدن پی در مکتب به علت خوب ظاهر نشدن در صنف شرایط را بدتر کرده بود. اما می توانستم مثل باد بدوم. در میدان رگبی بسیار تند و تیز بودم و ذهنم رسید که اگر در صنف موفق نیستم اما می توانم از دستهایم به خوبی استفاده کنم. همه انرژیم را صرف ورزش می کردم. در مکتب کاپیتان تیم های رگبی، فوتبال و کریکت شدم و همه جام ها را بریدم. مکتب های دولتی انگلیس از قهرمانان ورزش خود به شدت استقبال می کردند. خیلی زود کمبودی هایم در صنف های درسی نادیده انگاشته شدند. تابستانی را به یاد دارم که پدر و مادر و خواهرم به ورزشگاه آمده بودند تا شاهد جام گرفتن من شوند. احساس غرور و افتخار می کردم. متوجه نشده بودم که در زندگی راه دیگری برای موفقیت پیدا کردم. متاسفانه شکوه و عظمت تازه یافتن من دوام نکرد. سال بعد استخوان زانوی من در یک مسابقه فوتبال شکست. مرا به بیمارستان بردند و بعد برای استراحت به خانه فرستادند. در رخت خواب دراز کشیده بودم که مادرم آمد و گفت دوگلاس بده را فکر کن. او هر 2 ساق پایش را از دست داده و با این حال گالف بازی می کند. با هواپیما پرواز می کند و هر کار را که بگوی انجام می دهد. تو که نمی خواهی تمام مدت روز در رخت خواب دراز بکشی. بسیار مدت ها نمی توانستم ورزش کنم تا اینکه پایم بهبود پیدا کرد. در مکتب و صنف درسی دوباره رد شدم. پدرم به این نتیجه رسید که مرا به صنف شرایط بهتری بفرستد، اما آنجا هم موفق عمل نکردم. این مکتب بدتر از مکتب قبلی بود. به پدر و مادرم اطلاع دادند که برای بردن من بیایند. می دانستم آنها از من به شدت ناراحت خواهند شد. تصمیم گرفتم نشان دهم که قصد خودکشی دارم. موضوع را روی کاغذ نوشتم و آن را در لفافه گذاشتم و به یکی از دوستانم دادم و گفتم فردا صبح نامه را باز کن. بعد به سمت صخره ها بر راه افتادم. کمی بعد صدای شور و غوغای را شنیدم. بچه های مکتب به سرعت به من نزدیک می شدند. عاقبت به من رسیدند و اجازه ندادند خودکشی کنم. در همین اثنا پدر و مادرم هم خودشان را رساندند. انتظار تنبیه آنها را داشتم، اما برخورد آنها با من بسیار خوب بود. من درسایی را که در آن سن و سال کم آموختم هرگز فراموش نمی کنم. وقتی دیگران را می بینم که از شرایط سخت خود گیله می کنند، با آنها درباره اطلاعات خودم و تجربه هایی که داشتم حرف می زنم. با آنها می گویم اجازه ندهید مانع ها و مشکلات بر سر راه پیشرفت شما مانع ایجاد کنند. وضع شما به آن بدیه که فکر می کنید نیست. همیشه راه وجود دارد. من همیشه معتقد بودم که دستورات را بر سنگ بنویسم و نظامی که وجود دارد همیشگی نیست. و یاد دارم زمان در نزدیکی آکسفورد خانه بزرگی خریدم تا در آن به تولید صفحه موسیقی بپردازم. من اجازه تهیه صفحه در روز را گرفته بودم
اما موسیقی دانها ترجیح میدادند شبها صفحه موسیقی پر کنند. ما تصمیم گرفتیم فعالیت تهیه صفحه را به شبها منتقل کنیم و روزها بخوابیم. اما همسایه ها مخالف بودند و با آنکه خانه هایشان با محل کاری من فاصله زیاد داشت، مدعی شدند از صدای موسیقی ما ناراحتند. به خصوص یکی از آنها پیش کار ما را گرفت. روز دیگر یک سفتی کوچک خریدم و آن را زیر پیراهنم قرار دادم تا به کسی حرف بزنم که برای ما درد سر ایجاد کرده بود. موضوع پول مطرح شد. او گفت پول کلانی را با وکلا و حقوقدانها داده و وجهی بسیار سنگین از من مطالبه کرد. همه حرفای او را ثبت کردم. بعد نسخه از نوار را برایش فرستادم. دیگر اعتراض از ناحیه او نشنیدم. توصیه من به همه شما این است که هرگز تن به شکست ندهید. گاه پیروزی به ابتکار و خلاقیت احتیاج دارد. مثال جالب و مهم در مورد نقش ابتکار و خلاقیت در موفق شدن فروشگاه صفحات در لیورپول است که بهار سال 1972 دایر کردیم. اولین هفته در لیورپول عالی بود، اما بعداً به تدریج مشکلات از راه رسیدند. به لیورپول رفتم تا بدانم در آنجا چی می‌گذرد. وقتی وارد فروشگاه شدم، آنجا را پر از اشخاص مختلف یافتم. ایده زیاده به کوسنها و پشت هم لام داده بودند. کسی را مأمور کردم و به اشخاصی که به صف فروشی می آیند فهماندم که آنجا باششگاه شبانه نیست. با اصلاحاتی که ایجاد کردم فروشگاه دوباره سودآور شد. آموختم که همیشه باید شخصاً به مشکلات رسیدگی کنیم. پس از آن که مسئله را شناسایی کردیم می توانیم به سرعت برای آن راه حل پیدا کنیم. پس از گذشت چند سال از دایر شدن ویرجین موزیک و بعد از دایر نمودن ویرجین اتلانتیک راه رقابت سالم را می دانستم. اما تفاوتی بزرگ میان رقابت سالم و ترفنده های کثیف وجود دارد. وقتی ویرجین اتلانتیک را شروع کردیم، فعالیت های حفظ و نگهداری از هواپیمای ما توسط بریتیش کلدانین انجام می شد. وقتی شرکت هواپیمای بریتیش ایرویز شرکت بریتیش کلدین را خرید، اعلام کرد همه قراردادهای مربوط به حفظ و نگهداری با شرکت‌های دیگر را محترم خواهد شمرد. اما مسلم بود که با ما رفتاری دوستانه نخواهد داشت. اولین خطای مهندسی و تعمیرات شرکت هواپیمای بریتانیا روی هواپیمای ما سبب شد قطعه‌های جدید سفارش دهیم. این اقدام آنها سبب شد در اوج روزهای پر مسافر نتوانیم 16 روز پرواز کنیم. وقتی که من به دیرکتور شرکت بریتیش ایرویز زنگ زدم و شکایت کردم که اشتباه واحد مهندسی و تعمیر آنها می توانست باعث سقوط هواپیمای ما شود، جواب داد که فعالیت‌های هواپیمایی گاه این خطرات را طلب می کند و اگر به کار تولید موسیقی ادامه داده بودیم با این مشکلات روبرو نشدیم. علاوه بر این ارزش میانه خزینه‌ها برای استفاده از نیروی کاری شرکت هواپیمای بریتیش ایرویز از 16 فوند در ساعت به 61 فوند افزایش یافت. اول خیال کردم اشتباه شده است، اما بعد معلوم شد که این طور نیست. به قدر موضوع شفاف و عیان بود که خونم به جوش آمد. شرکت هواپیمای بریتیش ایرویز تنها شرکتی بود که در فرودگاه برای تعمیر هواپیمای 747 آشیانه داشت. از این رو آنها با خود حساب کردند که می توانند هر بلای سری ما بیاورند. تصمیم گرفتیم به ایرلندیا برویم تا توسط ایرلینگویز تعمیر و خدمت گذار شویم. هرچند این همگران بود و آنقدر دلچسب نبود. با این تجربه من بار دیگر آموختم که تسلیم زورگویی نشوم و دنبال راه‌های دیگر بگردم. ما باید راه‌های حل آن را جستجو کنیم.